اینا راب نگاه کن حالا زن 20 صدف ما این قبلا میخوردیم ها. از کارم خدا رحمت بکنه. سلام خوبین خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. یه دیگه گوخوری خوراکی داشتم. شایسته خنده نکن مردم دارن میشنون. جوارا خوبی؟ اشکال نداره عمو جان روح میت میگن شاده وقتی میخندی هم جوان درسته ولی مردم میگن چلم نشده این همه دارن شادی میکنن. داشت در مورد راب میگفت. آره داشتم در مورد راب میگفتم بابای خدا بیامرزه من یه دونه سیخ داشت خدا هم باید شما رو بیامرزه توش 7-8 تا راب میزد بعد این کباب میکرد بعد میداد ما بخوریم دیگه خلط سینه همه جور در مریضی این در ما لا اله الا الله. دیدیم همه چیز طبیعی بود همه چیز سالم بود مثل الان نیست. خیلی خوب کاری کردید مراسم نگرفتید. فاطمه زهرا حالا بچه ها گفتم مامان امسال یه کرونایه تو همین پول ورده کپسول اکسیژن بگیر بده بیمارستانم منم دیگه گفتم چی بکنم ما فامیلای نزدیک داریم نر میدیم اردیک فسنجون درست کردیم تشریف بیارید شما مطمئن والا به خدا. خانم فرامرز خانم من زنگ زده میگه چرا اسم من تو اعلامیه نیست با خدا گرفتاریم هر طرف میریم یه طرف حرف اونا رو پی نکن. سلام جان خوبی خوبی آزاده جان سلام شما خوبی خسته نباشید رد رسیدی آره رد رسیدیم بچه ها کجان آره این کرونا بود دیگه نه بابای تو خوبه بابا الحمدلله بد نیست یه خورده استرسیه بیمارستان افتاده دیگه یه دونه من یک مومیایی بگیری اینو داغ بکنی توی چای اینو بده بهش چشم یک در یک توکل به خدا عکس صلیبی بود بفر بهمون در خالد زنگ بزن محمود بگو 3 تا خدا خوب بیار ان شاء الله خدا